سلام بچه‌ها، چطورین؟ ما امروز می‌خوایم در مورد بیزینس 2 نفره من و محمد که توی ایران داشتیم براتون صحبت کنیم. اسمش هم نینیموند بود. اول از این شروع کنم که من مهندسی عمران خوندم. 1 سال توی شرکت عمرانی کار می‌کردم. بعد ولی از اونجا اومدم که تایمش خیلی زیاد بود. 8 صبح باید اونجا انگوش می‌زدی تا 5 بعد از ظهر و پنجشنبه هم حتی باید می‌رفتیم سر کار. رفتم که خیاطی شروع کردم ولی من لباس دوختن رو دوست داشتم، فقط خیاطی رو دوست داشتم. بعدم از اونجا که خیلی توی پینترست میچرخیدم اون موقع یه ایده به ذهنم رسید، گفتم سرویس خواب کودک درست کنم. من مامانم گفتم من می‌خوام یه کاری شروع کنم. اون موقع 500,000 تومان سال 98 500,000 تومان مامانم گرفتم برم پارچه بخرم. رفتم بازار بزرگی دقیقاً یکم پارچه خریدم اومدم و شروع کردم دوختن. یه سرویس خواب دوختم و عکسش توی اینستاگرام گذاشتم و بعد پیج کوچیکم تبلیغ میدادم. میچرخیدم توی پینترست تا یه روز یه ایده تاب به ذهنم رسید، تاب کودک که ترکیب پارچه و چوب باشه. بعد گفتم من اینو میتونم درستش کنم، چون از روی مثلا چیز طرحشو در میآوردم ولی چوبش رو نمیدونم چیکار کنم. دیگه چوبش با تو. من یه کار میکردم تو حوزه لوستر تولیدی بود و رفتم ازشون پرسیدم که این چیزای چوبیه که حالا یه سری استوانه‌های خراطی شده رو از کجا میگیری تعداد زیاد و ارزون. دیگه بهم آدرس دادن شوش. رفتم یه شوش دیدم یه خیابونی از کلا همه خراطن، همه سبزوارین. آره خلاصه محمد چوبش رو اوکی کرد و تناب یعنی تابه خیلی ساده بود ولی خیلی چیزای مختلفی داشت، چوب و تناب و پارچه و الیاف و نم قلاب و توی بالشاشو باید با الیاف باید با الیاف پر می‌کردی و اینا دیگه. من خورد میرفتم بازار بزرگ، هر روز پا می‌شدم با مترو میرفتم یه چیزی می‌خریدم میومدم، یه مغازه‌های مختلفو پیدا می‌کردم دیگه. کم کم یه ذره رفت جلو. من یه دونه تابو دوختم و عکسو گذاشتم و اولین سفارشمون رو ما از کیش گرفتیم. یه آقای اومد عکس تاب ما رو دید ولی سفارش خودش رو داد، یه عکس من نشون داد از این تابای خیلی بزرگی مثلا 8 تا چوب می‌خورد. پینترست رفته و گشته و یکی دیگه پیدا کرد. مثلا بچه‌م می‌خوام بیشتر جواب بده براش تا سن بالاتر و اینکه مثلا میگفتن این خونه‌های ویلایی دارن میخوام مثلا سقف بلند و تناب بلند و فلان. بعد من گفتم اوکی، رفتم واسه این پارچه خریدم. پارچه یه دونه پارچه کنفی خاصی خریدم آوردم و دوختم و بسته کردم واسش فرستادم کیش. این شد اولین سفارش. من خیلی ذوق کردم. بعد دیگه کم کم شروع کردم مثلا هی پارچه‌های جدید رو میگشتم پیدا می‌کردم. به همون موقع‌ها بود توی اینستا میچرخیدم، یعنی من از بازار پیدا می‌کردم پارچه و وسایل ولی توی اینستاگرام من میچرخیدم. یه پیج پیدا کردم توی بابلسر بود که اون مستقیم خودش از ترکیه پارچه وارد می‌کنه. گفتم ما از پارچه ترکی خوب بذار مثلا استفاده کنیم و این یه ذره رفت جو تا کرونا شد دیگه. فکر می‌کنم بهمن و اسفند کرونا شد و یه ذره خرید کردن و بازار رفتن و اینا هم سخت شده بود و البته بعد از دیگه خیلی سخت شده بود. آره یه ذره موقع بود ولی با ماسک مثلا میشد بری حرکاتی میشد بزنی. بیشتر میگفتن دستاتون رو بشورین و الکل بزنی. آره من مثلا پارچه‌ها رو میآوردم پهن می‌کردم روی میز یا عالمه الکل می‌زدم می‌ذاشتم بمونه، بعد مثلا استفاده می‌کردم. بعد به مشتری هم میگفتم من اینا رو الکل زدم ولی تو دوباره تحویل میگیری الکل بزن. آره اینا شد تا عید که شد. تو تعریف کن چی شد. آره عیدم که خب من خیلی از کاری که داشتم انجام میدادم خیلی راضی نبودم. خیلی چندین سال بود مثلا 12 سال رو من داشتم کار میکردم. تا اون موقع همیشه کار اداری میکردم، مدیری بودم که 4-5 نفرم با هم کار میکردن ولی خب بازم خیلی فشار روم زیاد بود، استرس زیاد داشتم. کار طراحی سایت و اینا هم پروژه میگرفتم انجام میدادم چون این کارو بلد بودم. این کار شیمارم که دیدیم کم کم داره شروع میشه گفتیم چرا با هم دیگه روش کار نکنیم. با یکی از دوستام که پسر داییم هم هست احسان صحبت کردم، گفت آره خیلی خوبه. گفتم آخه میترسم قسطم زیاد داریم. گفت ما خیلی خوبه که قسط دارید، این خودش فشار میده بهتون، مجبورتون میکنه که بیشتر بخواید کار بکنید و پولشو در بیارید. دیگه اوکی برو از کارت بیرون، نترس، اصلا نترس. آره یعنی عیدی که کرونا بود و همه جان تعطیل بود، محمد هم تازه اومد نشست تو خونه، یعنی همه چی انگار جور بود ما رو انگار هول بده به سمت این بیزینسه. من نمی‌دونستیم چیکارم بکنیم. گفتیم مثلا خب تو اینستاگرام هنوز ما خیلی فروش نداریم. گفت تو دیوار بفروشید، دیوار همین امروز آره ما همیشه فکر می‌کنیم همین امروز میفروشید. گفتم چه جالب، گذاشتم آگهی کردیم فکر کنم یا همون روز یا فرداش. آره همونی که آماده داشتیم و فروختیمش. آره تا آخر عید ما هر روز یه دونه 2 تا سفارش رو حتما داشتیم از دیوار. خب بعد نردبونم می‌کردیم که بیاد و علتش این بود که همه تو خونه بودن. یعنی کرونا خوب بود برای ما. همه تو خونه بودن و همه مثلا اتاب دارید آماده دارید و من اون موقع سری تا میدیدم این شکلی خدا رو شکر این با اینکه آنلاین بود این پارچه برام میفرستادی و متری هم میخریدم. یعنی میگفتم اینقدر متر واسه من هنوز طاقه نشده بود، واسه من بفرست و سفارش میدادم. و نقطه گل ماجرا اینجا بود که چوب تناب ما تموم شد.
البته چوب فکر کنم باز بود یا اینو یادم نمیاد محمد خیلی سادگی. سخت بود، خیلی اذیتم میکردن، یعنی میرفتیم خیلی قیمت بالایی من آره. میگرفتم اون موقع یادمه. ولی واسه طناب و الیاف و اینا ما یه روز پا شدیم با موتور، من شماره طنابیه رو گرفته بودم، با موتور پا شدیم رفتیم بازار بزرگ، یعنی باش هماهنگ کردیم، گفت ببین بیا از زیر در ردت میکنم اینو بهت میدم، چون خیلی بهش خواهش تمنا کردم، گفتم من کارم واجبه. بازار خیلی کلا تعطیل بود به خاطر کرونا، ولی اینا چون کش ماسک میفروختن خاطر این بهشون اجازه داده بودن که باز باشن. یه سنفی بودن که فقط کش و نه تناب و قیتون و چیزای این شکلی، فقط مغازه کلا همین بود. آره بعد دیگه ما فکر کنیم من تا حالا بازار تهران رو اینجوری ندیدم، همه مغازه‌ها بسته، هیچ کس نبود، ما اینجوری تناب انداخت طرف زنجیر انداخت با موتور وسط بازار رفتیم اونجا، اونم از این دقیقاً در اینجوری در نصف باز کرد رفتیم تو گفتم جنس قاچاق میگیری. یا عالمه تناب واسه من گذاشته بود، سری حساب کردم خودمون اصلا میترسیم از بابت کرونا، گذاشتیم ترک موتور رو اومدیم یه سری نخ و اینام داشت خریدیم و اومدیم خونه. یه روزم فکر کنم رفتیم مولوی، اون نمیدونم یه مغازه باز بود، رفتیم مولوی الیاف هم سفارش و من یه روز با خواهرم صحبت کردم، گفتم خواهر من این شکلی و اینا پول لازم دارم، سرمایه میخوام. بعد زهرام با اینکه مثلا با اینم یه مخالف و میگم این کار چی، ولی باشه من میدم، حمایت میکنم. آقا موقع 5 میلیون به من داد، این 5 میلیون رو گرفتیم ذوق میکردیم که آخ چون یه سرمایه اومد و من یه ذره پارچه بیشتری سفارش دادم، چوب و طناب بیشتری سفارش دادیم و یعنی یه چیزی تزریق شد که دیگه آدما رو نگه نمی‌داشتیم، مثلا هفته بعد من سفارش رو به تو بدم، مثلا گفتم 2 روزه من آماده میکنم، تو خودم میدوختم محمد کلا یه اتاق خوابمون رو تبدیل کرده بودیم به کارگاه، شیما تو اونجا کار میکرد، همه چی تو اونجا بود. بعد موقع مامانم میگفتم تو هم بیا کمک الیافا رو پر کن، بعد ماسک بزن فلان کن و فروش دیوارمون روی غلطک افتاد. بعد من اینا رو سعی کردم مثلا عکس میذاشتم رضایت مشتری، بعد توی اینستام کم کم شروع شد و میگم واقعا این کرونا خیلی به ما کمک کرد که ما از این فرصت استفاده کنیم که محصولاتمون رو بفروشیم، چون واقعا پدر مادر نیاز داشتن و منم ته کیفیت رو میذاشتم خوشقولی. یعنی پیجمون به نام شیما کمره بود، من فامیلیم شیما جعفر کمره‌ایه، بعد گذاشتیم شیما کمره، بعد دیگه گفتم ببین عوض کنیم یه برند یه لوگوی خوشگلی بزنیم. آره بعد من یه دونه لوگو پیدا کردم، یه خورده سر وضعش عوض کردم، یه اسمی هم آره گذاشتیم روش نینی موند. آره. بعد دیگه زمانی رو فروش اینستامون خیلی بالا بود، خیلی بالا بود تا جایی که یه ذره قیمت‌ها یکم قیمت دلار و اینا بالا پایین شد، پارچه گرون شد، ما پارچه‌مون ترک بود و گفتیم حالا بذار ما دریچه فروشمون رو بیشتر کنیم، بریم توی دیجیکالا رو گرفتیم، دوربری کردیم، چون عکس اول دیجیکالا باید سفید باشه، حتما پشت سفید باشه. دیجیکالا هم اولش اصلا نمیفروخت چون ما دیده نمی‌شدیم، یعنی تو دسته‌بندی نمیدونم تاب و سرسره بود، ما میتونستیم هزینه بپردازیم که ما رو اون بالا تو تاب و سرسره نشون بده. آره و از اون موقع بود که یهو مثلا تو دیجیکالا هم رشد کردیم در کنار اینستاگراممون و یادمه که یک ماه مجموع مثلا اینستاگرام و دیجیکالامون نزدیک 51 میلیون ما فروش داشتیم و اون اوجمون بود که ما خیلی پول اون موقع میشد $3000. آره خیلی پول خوبه، دلار 17000 تومان بودیم، ولی دیگه دقیقاً از ماه بعدش یه خورده اومد پایین که حالا خیلی دلایل مختلف داشت که درش مثلا رقبایی بود که اومدن با قیمت خیلی کم میذاشتن و کیفیت خیلی پایین، چون من دیگه ته همه چی رو در آورده بودم، هر چی رقیب بود هر کاری هر کی میکرد من دیگه مستقیما خود وارد کننده میرفتیم میخریدیم، یا چوب اونو دیگه من رفتم از سبزوار سفارش میدادم. آره واسه من مستقیما اونجا میفرستم نصف قیمت همین چیزی که من تهران میخریدم اونجا برام میزد و میفرستاد. یه نکته جالبی هم راجع به چیز بگم که ما اصلا خودم چیکار میکردم، من یه زمانی خودم خیاطی رو انجام دادم، اگه تایمی به بعد دیگه نمیرسیدم خیاطی کنم، یعنی تایم نمیتونستم زمان براش بذارم، مثلا به من فشار می آورد زیاد پشت میز نشستن. اومدم به دختر خالم پیشنهاد دادم، اونم گفتش که آره من واسه انجام میدم، اونم یه دوستی داشت که خیاطی بلد بود، رفتم اینا رو بهشون آموزش دادم چون خیلی هم کار ساده‌ای بود، مونتاژش اینا همه چیش با خودمون بود، فقط دوخت پارچه ها بود، من برش میزدم میبردم اونا میدوختن واسه من میآوردن و دیگه بعد از اون یکم دیگه جلو رفتیم، یکی از اقواممون دوباره خانمی معرفی که اونم خیلی دستش تون بود و مثلا یه دختر خالم اینا بعد یه مدت بچه داشتن کار نکردن، بعد من با این خانم میرفتم جلو دوباره نیاز داشتیم به خیاط دیگه و توی آگهی توی دیوار دادیم، بازم توی دیوار آگهی دادیم و باورم نمیشه پشت خط پشت چجوری یه سری که انتخاب کرده بودیم و رفتیم بهشون آموزش دادیم 4 5 نفر، ولی باز از کیفیت بعضیشون راضی نبودیم، یکیشون قیمتش رو باش کنار نیومد، آخر یه نفر رو پیدا کردیم و اون یه نفر جالب بود که وقتی من رفتم خونهشون دیدم که خود اون آدم توی شریعتی اوایل پاسا 200 متر خونه داشت که یه طبقهش کلا کارگاه بود و میگفتش که من
عاشق این کارم، خیلی نیاز به پولش نه ولی عاشق این کارم. خیلی هم فرز بود به اندازه 3 تا خیاط این کار میکرد. کلا یه تایمی من فقط با این کار میکردم. به میکردم. هر یه دونه تاب میدادیم، اینجوری نبود که مثلا خود زمانی آره باشه. نه. و اینم از خیاطی کردنمون و کاره، ولی مونتاژ و اینا دیگه کلا با خودم بود، چون من چک میکردم دونه دونه که چی میخوام تحویل بدم و مثلا کار پشتی پیج و همه چیش با خودم بود، با مادرها صحبت میکردم. آره با مزه یه چیزای با مزه هم داشتیم که مثلا یه موقعی که تخفیف می‌خواست و ما میتونستیم مثلا تخفیف بدیم، شیما همون موقع میگفتش خب حالا بذار من با مدیریت صحبت کنم، با مدیریت مجموعه و با خودش صحبت می‌کرد، خودش تخفیف میداد. میگه باشه مدیریت حالا پذیرفتن. آره مدیریت پذیرفتن. کلکای شکلی می‌زدیم که فکر نکنم مثلا یه مجموعه کوچولی یه نفر دو نفری. آره خلاصه که کارا رو همه رو خودمون پیش بردیم و داشتیم همینجوری پیشرفت می‌کردیم تا یه جایی که خب یه ذره دیگه رقیبا خیلی زیاد شده بودن توی دیجیکالا، توی اینستاگرام. یعنی خیلی اون زمانی که شروع کردیم انقدر نبود، ولی بعدش خیلی تعداد زیاد بود. آره حتی یه مدل ارزون رفتیم پیدا کردیم، چوبش ارزون کردیم، پارچش ارزون پارچه ایرانی کردیم. گرفتیم ارزون. اونم فروش داشت، اونم فروشش خیلی زیاد بود ولی خب سودش خیلی کم بود، خیلی سودش کم. آره یعنی هی یه راهی باز می‌کردی، یعنی اینجوری نبود، چون به هر حال کار این شکلی هی نیاز تو به روز بشی، رقبا رو بسنجی، ببینی باید چیکار کنی، با قیمت‌های روز جلو بری. تو یه جایی به بعد خب یه سری چیزا لوکس محسوب میشه و همه آدما نمی‌تونن، تو فروشت میاد پایین و اینا همه پیش رفت تا اون زمانی که دیگه ویزای محمد اومد سمت شهریور ماه بود دیگه، سال 1400. حتی از قبلش هم کم کم می‌خواستیم کمش بکنیم و جمعش بکنیم، چون واقعا دیگه نمی‌صرفید، سود نمیداد، هزینه‌اش کاور نمی‌شد. خاطر همین دیگه می‌خواستیم کم کم جمعش کنیم. شما هم خسته شده بود دیگه، منم ویزام که اومد باز با پسر صحبت کردیم، گفت اوکی من میتونم بردارم جنسای شما رو، جنسایی که آماده دارید، پارچه‌هایی که دارید، چوبایی که اضافه دارید. گفت من میتونم تو پنل دیجیکالا خودم بفروشم همینا رو و شما خیلیتون راحت می‌کنم، یه چکی بهتون میدم و دیگه بر اساس همون هزینه تمام شده‌ای که داشتیم بهش فروختیم همه چیزا رو، پارچه‌ها رو، همه چی رو بهش. پیج حتی اینستاگرام که 10,000 تا فالوور رسیده بود، خیلی پیج بزرگی بود. خیلی روش کار کردم خداییش، ولی خب دیگه باید یه جای تحویلش میدادیم دیگه. دمش گرم، ولی خیلی اون موقع کمک کرد. 0 تا 100. آره یه راهنمای اولیه بود تو دیوار. آره ما پیج اینجوری تحویل دادیم ولی البته هنوز پیج هست، پیج نیلیمود هست و حالا خیلی فعالیتی نداره. من که دوست داشتم، یعنی جزو 2 سال از زندگیم بود که خیلی برام جذاب بود. آره یکی خوبیاش این بود که ما خیلی زمان آزاد زیادتر داشتیم نسبت به اون که من کار میکردم فول تایم. یعنی ما همون درآمدی که من داشتم تقریبا یه خورده کمتر به دست می‌آوردیم، قسطمون رو راحت میتونستیم بدیم، ولی زمان خیلی بیشتری داشتیم، مسافرت خیلی راحت‌تر میتونستیم بریم. سر مرخصی من نیاز نبود 1000 تا التماس بکنم. تو ایران که دیدین آدم مرخصی بگیره بعد از 2 ماه قبل وقت بگیره 3 روز می‌خواد مثلا مرخصی. این خیلی آزادی خیلی خوب بود که کارمند کسی نبودم، صبح میتونستم 9 صبح پاشم ولی تا مثلا 11 شب میتونستم کار بکنم. خب اینا چیزی که خیلی آزادی که بهت میده و این تو همه جا اتفاق نمیفته. جای کارمندی صبح باید ساعت 6 صبح پاشی، ساعت 8 سر کار باشی، ساعت بزنی 1000 نفر جواب بدی، ولی اینجا فقط ما مشتریامون در ارتباط بودیم. حالا یه سریشون قور می‌زدن، یه سریشون ناراضی بودن، یه سریشون چیزی بیشتر می‌خواستن، یه سریشون تشکر می‌کردن. آدمای مختلف خیلی دیدیم. آره ولی باحال بود، میتونست خیلی برای من خیلی راحت تر بود کنار اومدن اینجوری کار کردن. بود. من اولین بارم بود، یعنی محمد هی هولم میداد. یعنی درسته که من شروع کننده کار خودم بودم ولی خیلی محمد چون تو زمینه فروش تخصصاشو بلد بود منو هول میداد و من اصلا ترغیب شدم که همین الانم بخوام دوباره یه بیزینس دیگه شروع کنم. خیلی با اینکه یه جایی بیشتر کار میکنی، تایم بیشتری شاید بذاری، ولی این که میدونی مال خودت پشتش رسیدی به نتیجه اول با آدما خواست چت بکنه تو اینستاگرام میترسید واقعا. همش من پرسید میگم اینو گفت چی بگم، میگه الان تخفیف میخوام چی بگم، الان میگه نمیدونم جنس دیر رسیده چی بگم. ولی من چون کار فروش آنلاین خیلی کرده بودم و همش هم همین کار پشتیبانی و اینا به بچه‌ها حتی آموزش میدادم اونجا، دیگه قشنگ همه سوالا رو می‌رسیدم دیگه، خودش استاد شده بود دیگه. آره دیگه خلاصه که کار جذابی بود. نه این بود از تجربه ما. حالا درباره دیجیکالا من خواستین که چجوری میشه باش کار کرد و چه جوریه تو کامنت بذارید. اگه خواستید ما یه دونه فیلم دیگه درباره اونم تولید کنیم. امیدوارم بهتون کمک کرده باشه. ما رو سابسکرایب کنین، لایک کنین، نظراتتون رو کامنت کنین. مرسی. خداحافظ.